من متاسفانه یا خوشبختانه زنده موندم با 150 خورده تیر ساچمه‌ای که داخل تنمه، توی صورتم، توی دستم، توی قفسه سینم، توی پام، همه جا. صدف باغبانی هستم، 29 سالمه. 5 ماهی که تصمیم گرفتم به کشور ایتالیا بیام و الان اینجا هستم به عنوان یک آسیب دیده و پناهنده. بعد از انقلاب زن زندگی آزادی جز افرادی بودم که همیشه به هر شکلی که تونستم توی فراخوان‌ها و تظاهرات شرکت کردم. مورد حمله ماموران جمهوری اسلامی همیشه قرار گرفتم. چندین بار نزدیک بوده که بهم شلیک کنن، ولی خب تونستم فرار کنم یا نجاتم دادن. اما 40 حدیث نجفی 12 آبان که فراخوان داده بودن همگی بریم بهشت سکینه، اونجا دیگه تیر خلاصی بود که به من زدن و نه من، خیلی های دیگه اون روز آسیب دیدن، خیلی ها مردن، خیلی ها رو گرفتن و اعدام کردن. برای خود من به این صورت بودش که دنبالم کردن و شروع کردن فحش دادن که میکشیمت، میزنیمت و من میدویدم میرفتم و اونایی میدویدم میومدن شلیک میکردن. به یه جایی رسید که دیگه من توانایی حرکت نداشتم و قلبم خون رفته بود، افتادم و مردم منو با عنوان جنازه بردن. گفتن که ببریدش که جنازش دست اینا نیفته، چون اگه جنازه دست اینا بیفته دیگه تمومه. و همه اینا رو میشنیدم، ما نمیتونستم حرف بزنم بگم که زندم، جنازه نیستم، اسم دارم و هیچ توانایی نداشتم. نمیدونم چند دقیقه، چه زمانی، چه تایمی دستان با خودشون میبردن فقط که دست کسی نیفتم. و بعد از چندین دقیقه که هنوز نمیدونم چقدر بوده تونستم یه حرکتی کنم و فهمیدن که من زندم و منو بردن توی تپه خرابه ول کردن تا بتونن بیان بردارن ببرن با خودشون، چون کسی نمیتونست این ریسکو بکنه، خیلی طول پیش خودش نگه داره. اونم با اون شکلی که من داشتم، از سر تا نوک که پا خون بود و توانایی حرکت نداشتم و خیلی شانسی تونستم یه پزشکی فقط پیدا کنم که یه معاینه اولیه انجام بده که فقط ببینن که میتونم زنده بمونم یا نه.